سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. امروز قراره که با هم دیگه بریم و سکانس‌هایی از سینمای ایران رو که هم و خاطره‌انگیزن، یعنی نوستالژی هم برای ما و قطعا همه ما حداقل یه خاطره کوچیک رو باشون داریم. به سمت این ویدیو رو بریم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو اول حتما ویدیو رو لایک کنید و راجع به ویدیو نظر خودتون رو بنویسید. نظرتون برام مهمه. حتما همه کامنت‌ها رو میخونم. انگار مرسی از اینکه حمایت کنید. بریم سراغ ویدیو اول. بابا خب گفتم 100 دفعه یه توالت توی حیاط بزنی که وقتی آدم میخواد دوش خانه به دوشه. روش نوشته که یه سکانس خانه به دوش که شما چطوری نمی‌کنن. خانه به دوش این بود که وایبی از زندگی خانواده ایرانی حالت نرمال اینجوری نبود که تجملاتی و فراتر از اون چیزی که هست نشون بده. وقتی آدم میخواد دوش بگیره پشت درمان از این زرزر در بزنن. بچه تو چرا اینقدر قور میزنی؟ همینی که هست. مردم همینشان ندارن. اگه همینشان ندارن مردم پس مشکل دستشویشون رو چجوری حل میکنن؟ تو به فکر مشکلات مردم نباش، مشکل خودتو حل کن. بچهای مردم مثل شما نیستن که دستشویی نمیرن. میگه بچه‌های مردم مثل شما نیستن که دستشویی نمیرن، بس چیکار کنن؟ اگه دستشویی نرن آدم نیسته. قبلا اینجوری بود که دستشو همونش یکی بود، یعنی یه نفر اگه میرفت همون بقیه باید منتظر میمونن تا از همون بیاد بیرون بعد برن دستشویی. اصلا همه یکی رو دیدیم که این شکلی باشه. بریم سراغ ویدیوی بعدی، یعنی سکانس دیگه از سینمای ایران. زیبا، جادار، مطمئن، مانتوی گشاد، خوشرنگ، بدون هیچ گونه درز و چاک. به چرخ مادر من کاملا مناسب برای تابستون، جای 4 تا پنکه کار. به لحاظ آرایشی خواهرها از چه سمیه؟ وای من این رو دیدم. یه زیبا، جادار، مطمئنگار داره یخچال. دیدی تبلیغ توی تلویزیون رو میگه زیبا، جادار، مطمئن، انگار داره یخچال تبلیغ میکنه. این چه کاری آخه؟ بعد این خانومه که لباس فرم پوشیده واقعا کسایی هستن که مثل ایشون اینقدر استعداد دارن، اینقدر اراده دارن که بکنید در اون سن برای کنکور بخونید و قبول بشون. هم چی؟ پزشکی. یه چیزی که یه جوون اصلا شاید نجون، من خودم یه اصلا نمیتونم چقدر پزشکی رو بیارم و اینکه این مادرمون همچین کاری کرد، یه همچین تلاشی که خیلی هستن که به همین سن اینجا کنکور میدن. امسال فردی که محسن ترین فردی که رفته بود کنکور داده بود 81 سالش بود. دیگه ببینید دادم چقدر میتونه امید به زندگی داشته باشه و چقدر اراده داشته باشه. که اولین سال کنکورمون از کنکور فراری بودیم، ولی فکر کنید یه نفر 81 سالش باشه و بیاد کنکور بده. کنم مثل مادرم. نهایتاً یه بند انگشت کرم که من فکر میکنم مادرمون ضد آفتاب زدن. بله این بچه ها عقل و شعور دارن، میتونن خوب از بد تشخیص بدن، درسته؟ من سن و سالم بالاست، سلیقه‌م تو لباس پوشیدن اینجوریه. اینا یه باش جوونن، واسه چی میخوای مجبورشون کنیم بس من لباس بپوشن؟ بذار راحت باشن. چرا فکر میکنین هر قانونی که میگین، هر دستوری که میدین، هر حرفی که میزنین درسته؟ بچه‌ها اگه من یه همچین سنی واقعا اگه به همچین سنی هم برسم دقیقا همینم، یعنی شخصیت من دقیقا یه همچین آدمیه که اصلا نمیتونم همچین چیزایی تحمل کنم. اگه منم جای اون خانم بودم دقیقا همچین کاری رو میکردم. آقا خانم سنش بالایی همچین استایلی داره، اصلا آرایش نمیخواد، حوصله‌اش نمیکشه. یه جوون قطعا میخواد که آرایش بکنه، چون این آرایش بهش وایب مثبت میده، حالشو خوب میکنه. به استایل زدن همه اینا برای حال‌خوبی خود آدمه. همچین مدیرایی قطعا توی همه مدارس هستن که گیر میگن. آقا به شما چه؟ از این دانشگاه اینجوری میگن دیگه، چه برسه به مدرسه. بعدشم من اصلا تو این خونه مردی نمیبینم بخواد. دایی برو کنار. حالا شیرستان شطور استانبولم نیست. شطور شیر استانبول عجب چه زود خاک شد. بنده خدا خیلی زود. چه شیر ضعیفی بود، یعنی شیر کمچرب هم حتی نبود، حتی شیر ظرفشویی هم نبود. چه شیری بود که با یه ضربه زمینگیر شد. این
جدیده بچه‌ها، فکر کنم تازه اومده و من حالا کاملش رو ندیدم. این جزء نوستالژیا نیست، میدونم چرا توی این دیسک بود، نمیدونم چرا داخل این دیسک بود، ولی باحال بود. میدونید آره دخترا برید باشگاه رزمی کار کنید که اینجوری کسی نتونه بهتون زور بگه. بله بزن بریم ویدیوی بعدی. علی جون پسر منه. گفتم که بعد از اینکه من رفتم خارج علی جون هر وقت اومد پیش شما هر چی خواست چی بهش ندم. من میگم علی عین منه، پسر منه، خود منه، هر چی خواست بهش میدی. هاشم جان تو که خودت هیچ. باباتم بیاد اینجا سبزی بهش نمیدم. برید بریم. پدره مثلا باید حالت مثلا غرور اینجوری بیا من ببرم با اعتبار من فلان، بعد میگه تو خودت هم اعتبار نداری چه برسه به پسرت. خدا هیچ پدری رو توی این شرایط قرار نده. واقعا خیلی شرایط سمی. بلوند، زیبا، دلبر، تو گفتی من رفیق دارم قسطی ازت پول میگیره ببری ماشین بخوابونی. خانوما مستقیم از کدوم برم همشه اشکال بیشوی ای جونم باعث افتخار ماست یه لقمه نادر خدمت باشیم خانوم. سر شده چه میگی بچه؟ آخه سوهان نخونه که چاقوی یاد زندگیات اکبر عبی افتادم یه نفس خانم بازی میکرد و چقدر بهش میومد، ولی این دیگه کاملا اسمش بود بازیگره. من باعث بامشات همش یادمه. میدونم چرا؟ یک جذاب یک پلنگ فیک، پلنگ پلاستیکی یه همچین چیزی. ولی خب نمیدونم شما این کاملا مشخص یه فیلم قدیمیه. شما این ویدیو رو دیدید؟ اگه دیدین بچه‌ها این ویدیوهایی که من اسمشو نمیدونم، اگه اسمشو میدونین و یا دیدینش حتما راجبش توی کامنت ها بهم بگید. علیه علی سلام بابا کیه؟ علیه چرا اینجوری میگی؟ علی بیا بالا بابا مسخره میکنی منو. چقدر با اشتمی علیه. اینو دیگه قطعا همه خاطره دارم باهاش. مگه میشه ایرانی باشی و این سکانس رو ندونی؟ اصلا نمیشه. سال ریفوزه شده بابامم که محتاده، مامانم میخواد ازش کلاق بگیره. بعد امر گفتم چیزه معاون کلانتر نشده. میگن همه چیزو پیش بچه نگیم. واسه اینه کلا هرچی رمز و راز و اتفاق بود برای راننده گفت. جالبیش این دوست که بچه ها همین بچه ارشیا الان یه نوجوان بالغه. ببینید این فیلم مال کیه؟ اگه حتیشو پیدا کنم براتون میذارم. این چقدر از اون فیلم گذشته که یه ارشیا به اون کوچولویی الان این نوجوان بالغه، شاید هم جوانه نمیدونم، الان بزرگ شده در این حد قشنگ میدونم. خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. من ویدیو تازه کارم. اگه می‌بینید صدا خوب نیست، تصویر خوب نیست، بدونید که تازه اولش کارم و با حمایت‌های شما همه اینا رو با هم دیگه درست کنیم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.